به 40 هفته با مونا در استودیو ستا خوش اومدید. به هفته 3 خوش اومدید. هفته 3 زمانی هست که کوچولوی شما سفر خودش رو در بطن شما آغاز میکنه. میخوایم اونی رو بشناسیم که از بین میلیون ها اسپرم که سمت تخمک شما فرستاده شده تونسته موفق بشه و این سفر رو برای شما بسازه. چیزی حدود 20 میلیون اسپرم که نصف اون کوچولوها دختر میتونستن باشن و نصفشون پسر، کل مسیر لوله های فالوپ رو شنا کردن تا به تخمک برسن. و تنها یکی از اون میلیون ها عضو این رقابت این شانس رو داشته که خودش رو به تخمک آماده باروری برسونه و این رقابت رو پیروزمندانه تموم کنه. کل این اتفاق در 20 دقیقه است. بعد از تمام اینها هسته اسپرم با ماده ژنتیکی تخمک تلقیح شده و جنسیت و رنگ چشم و حتی جنس موهاش همگی با همین لقاح تعیین شدن و این پرونده همین الان برای همیشه بسته شد. اگر صاحب دوقلو باشید هم تخمک این هفته تقسیم میشه و تصمیم راجع به اون هم تو بدنتون در این هفته گرفته میشه. و یا ممکنه 2 تا تخمک همزمان بارور بشن برای بارداری دوقلوهای شما که تکلیف اون هم این هفته مشخص شده. بعد از لقاح تخمک بارور شده سفر خودش رو از لوله های فالوپ به سمت رحم آغاز میکنه تا لانه گزینی رو شروع کنه و بچسبه به دیواره رحم. الان درست مثل این میمونه که هیچ اتفاقی نیفتاده، البته از منظر بیرونی، اما به زودی شاهد نشانه های زیادی خواهید بود که به وسیله اون بدن شما به شما اعلام میکنه که باردارید. استروژن و پروژسترون 2 هورمونی هستن که نقش زیادی در دوره بارداری در بدن شما ایفا میکنن که عوارض و نشانه های بارداری اغلب بر اساس فعالیت این 2 هورمون بروز میکنن. مثلا یکی از کارهای آشنای این 2 هورمون در زمان بارداری ایجاد و رفع تهوع صبحگاهی در بارداریه که مادرهامون بهش میگفتن بیار. اگر هنوز هیچ نشانه‌ای از بارداری تو بدنتون دریافت نکردید به زودی و با پایان این هفته احتمالاً با اون روبرو میشید. لکه بینی بر اثر لانه گزینی تخمک بارور شده در دیواره رحم به صورت لکه‌های قهوه‌ای خیلی روشنی هست که خیلی از زنان در دوران بارداری اون رو تجربه می‌کنن. پس نگران نشید اگر اونو دیدین یا برعکس اگر این نشانه رو نداشتین. در هر دو صورت بدن شما داره سیر طبیعی بارداری رو میگذرونه. اگر خیلی بدن منظمی داشته باشید و خیلی باهاتون همیشه همراه بوده باشه، ممکنه حتی پیش از اینکه تست بارداریتون مثبت بشه خودتون متوجه بارداریتون بشید. مثلا از روی نشونه‌هایی مثل احساس سنگینی و درد در سینه‌ها، احساس خستگی، تکرر ادرار، حساسیت بیشتر به بوها و حالت تهوع که در شما پدیدار شده. یادتون باشه که حاملگی هر خانومی با دیگری فرق داره و همه از بارداریشون لذت نمیبرن و باهاش حال نمیکنن که البته اشکالی هم نداره. بدن شما قراره تغییرات شگرفی رو شاهد باشه و این برای شما چالش بزرگه تا باهاش کنار بیاین. ویتامین های مورد نیازتون رو بخورید و اگر هنوز باردار نشدید به جای مولتی ویتامین های عادی مولتی ویتامین های قبل بارداری رو بخورید که دارای ذخیره فولیک اسید و آهن بیشتریه، چون برای رشد و سلامتی جنین خیلی لازمه. مواردی که هفته پیش بهتون گفتم رو رعایت کنید و حتما در اولین فرصت پزشک یا ماماتون رو ببینید. اگه دارید پدر میشید استرس به خودتون راه ندید. نگران نباشید و بدونید که شما یه پدر فوق‌العاده برای کوچولوتون میشید. پدر شدن در عین حال که خیلی جذاب و شیرینه میتونه خیلی ترسناک و استرس‌زا هم باشه. ولی اینو بدونید که تا اومدن کوچولو کلی فرصت دارید و میتونید بسیاری از چیزها رو مدیریت کنید. پس استرس نداشته باشید و فقط تلاش کنید که آمادگی‌های لازم رو با یکم وقت گذاشتن به دست بیارید. اینجوری همه چی با پدر شدنتون راحت‌تر و قابل پذیرش‌تر میشه. یه بار دیگه یادآوری میکنم که دخانیات و الکل ممنوع، رژیم غذایی مناسب و ورزش و ویتامین فراموش نشه، مواد غذایی خام و غیر پاستوریزه هم نخورید. بازم ممنونم که ویدیوی ما رو تماشا کردید.
پیام ها و لینک های مربوط به این اپیزودو میتونید در کامنت ها ببینید. هفته بعد قرار راجع به هورمون بارداری یا همون HCG بدونید و تا اون موقع براتون یه دنیا احساس و تجربه خوب و آروم در سفر بارداریتون آرزو میکنم. یه عالمه منبع خوب و عالی براتون در وبسایت www.40hafte.com قرار داده شده و شما میتونید با ایمیلتون یا شماره تماستون در اون ثبت نام کنید و هم تخمین تاریخ زایمانتون داشته باشید و هم بر اساس اون ایمیل های هفتگی ما رو متناسب با هفته بارداری مختص خودتون در اینباکستون دریافت کنید. تا هفته بعد امیدوارم که در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامیمون هم ببینمتون. در این فضاها نه تنها میتونید با والدین دیگه آشنا بشید و انتقال تجربه داشته باشید که میتونید سوالاتتون رو هم از ما بپرسید و پاسخ مناسب با وضعیت و سوال خاص خودتون رو دریافت کنید. اینجوری امیدواریم که بتونید بهترین برنامه‌ریزی رو برای خودتون و سفر بارداریتون و کوچولوی توی راهتون داشته باشید.